اوج دلدادگی به ولایت در سخت‌ترین شرایط بوده و لازم به ذکر است امیر سرتیپ شهید آبشناسان فرمانده وقتی این لشکر در مساف با دشمن بعثی و با تیر مستقیم در دوران دفاع مقدس نائل آمدند. یاد و شهید والا مقام ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. یادمان باشد که ما خون داده ایم، یادمان باشد که ما خون داده ایم، یک بیابان مرد مجنون داده ایم. یادمان باشد پیام آفتاب، دست نااهلان نیفتد انقلاب. یگان نمونه مرکز آموزش‌های پشتیبانی امیر سرلشکر شهید امانی نیروی زمینی ارتش